بدجوری حس میکنم قوی تر قبلن بستری بودم ولی با سریعن ازش درام دنبال نور بو میکشم خوب میشه سردردم و روز میشه شبم آروم میام پایین رو تخت من مال خواب نیستم عروسک واسه من باس باشه هر روز سخت نه مثل ربات صبح کار تا هر رو عصر پشت سرم صدا میاد دکترا تو اتاق من میخوان منو برگردونن تو روتینم دنبال من پرستارا میدوئن و حراست دم در نزدیک میشم به یکیشون پشت سر ذره ذره شیشه در رو میشکنم و دستگیره رو میکنم میخوام منو بگیره بیخ گوشش میپرم سر و صدامونو کل بیمارستان میشنون دکتره با آرام بخش دنبالمه بیشرف تو حیات بیمارستان آمادن با سرم و برانکارد و آرام بخش من از این مریضای علکی بالاترم پر ایده است و رویا تو بالا سرم یه نگاه میندازم به دور و بر و جلوترم پلیسا با ماشیناشون آمادن و جلو درن دکترا و آمبولانسا نذاشتن چاره برام جز این که برم سمت نرده ها واسه راه فرار میدوئن و برای آخرین بار گلای توی حیاتو میبینم آفرین داشت یاد همون قیام و غذا توی سرم فکر تلویزیون و خلافای توی شبم شاید الان توی بهشتم بیرون اینجا به چی میخوام برسم این فکر رو وارد میکنه بهم شک وقتش نیست من تصمیممو گرفتم